2 سالیه یه اسپاندکس سوپر جوش اومده تو بازار که به جای کاور به بافنده ها میفروشن. بهتون نشون میدم چطوری باید فرقش رو متوجه بشین. برین تو کارگاهتون امتحان کنین ببینین سوپر جوش دارین یا کاور واقعیه. بریم رو کاغذ ببینیم فرقشون رو. شما این اسپاندکس رو روی کاغذ سفید میبینین، هر چقدر یه ذره کم و زیادش بکنین این پل‌های کوچیک رو میبینید که جوش به هم وصل شده. ولی در کار کاور اینطوری نیست، اینو نمیبینید، دور هم پیچیده شده. این اولی همینطور که نوشتم جوشیه، فاصله های جوشاشون بسیار زیاده، مشخصه توی فیلم. دومی سوپر جوشه، سومی کاور. تو که میبینین کاور و سوپر جوش از نظر ظاهر شبیه همه. بافندهای عزیز میتونن با کار سوپر جوش کیفیت کاور رو تنظیم بکنن و بافت بگیرن و کیلویی 20% هم توی قیمتش براشون به صرفه تر باشه. آقای قربانی فرض رو بر این بگیریم ما الان داریم اسپاندکس کاور استفاده میکنیم برای جورابامون، یهویی تصمیم گرفتیم بریم رو سوپر جوش. آیا تنظیماتی رو باید اعمال کنیم، تغییراتی باید رو دستگاه پیاده بشه تا بتونیم سوپر جوش رو استفاده کنیم و همون کیفیت جوراب قبلیمون رو بگیریم؟ بله میتونیم. یه مقدار نیاز به تنظیمات اولیه داره، یک بار تنظیم بشه تا آخر میتونید اینو درست استفاده بکنید از نظر کیفیت درجه بافتش و شل و سفتی جوراب. تنظیمات دقیق ترش رو دایرکت خودم در خدمتتونم. دست شما در نکنه، موفق. ارادت.